چی بود است که پای مرا بوسه کن؟ این از روی کبر و از روی گویم گردن بلندی نمی شود. به خدا قسم شما نمی خواهید که دختری شما را همون قدتان بگیم خشتامنش همین خیلیش بگه که مقصد تا اگر پای مرا بوسه نکنی من بچه ما میگم نمی خواهی که با دخترت همین خیلی معامله کند. بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگری مطرح کردن که یک جنجالی شده است بین کلین و خشتومن و خشتومن گفته است اگر گفته است پای مرا بوسه نکنی من بچه ما میگم تو را 3 طلاق میکند. همینجا گفته است طلاق میافتد یا خیر؟ مقصد اگر بوسه نکنیم. نه البته خواهر عزیز، یگان طلاق بگیم در بین شما نمیافتد، در نکاح شما هیچ اشکال و هیچ نقصان پیدا نمی شود. یعنی طلاق شما در دست شوهرتون است، نه خسر، نه خشتامن، نگوییم هیور یا گوییم قیسینگیل دیگر نفرها این حق را ندارند. خب شوهر اگر گفت که اگر پاما بوسه نکنی تو به من طلاق، یا اینکه اگر خانه مادرت رفتی تو به من طلاق، با مجردی که رفتی خانه مادر در بین شما الکی طلاق می افتد. این را طلاق شرطی و معلق میگن. دیگر هیچ کس این حق را ندارد. خب و شما فقط گوییم احترام و اکرام شوهرتون در بالای شما واجب هست. حق شوهر را پایمال نکردن در شریعت امر میکند. حتی در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر برای من امر کرده میشید که سجده انسان به انسان جایز هست، هر آینه من زنهای امتم را امر میکردم که سجده کنن شوهرهاشون، به خاطری که حق بزرگ دارن شوهرهاشون. خب حق شوهر بلند هست، اما این احترام خسور و خشتامن اینم در عرف ما، در عادت ما خواهر عزیز این هم مطلوب هست، لیکن فرض و واجب بالای شما نیست. ما درس ها داشتیم نسبتی احترام کلین نسبتی خشتامن و خشتامن نسبتی کلین، در این اطراف ما صحبت داشتیم. اما کلام من، سخنی من متوجه برای همون مادر هست که مادری که این زیل شرط ها میگذارید، گوییم به اصطلاح روسی تا پرینسیپ میگذارید که اگر بوسه نکنی شد شوهرت میگم تو را طلاق کند. این چی کبر و چی یک گردن کشی هست؟ کجا های دیگر رحم و شفقت شما؟ دختری مردک را، دختری دیگر آدم را که در خانه شما مهمان هست، چرا این را ازدواج میکنین؟ شما یک مسخرش میکنین، حقیرش میشمارین. از خدا بترسید آخه. این چی بود است که پای مرا بوسه کن؟ این از روی کبر و از روی گویم گردن بلندی نمی شود. به خاطر حقیر کردن همون زن نمی شود. البته اون زن شاید که بترسد از شما که مقصد من بیوه میشم، کودکام بی پدر میشن، بیا پایت را بوسه کنم و تو با خرسند میشه که من تو را حقیر کردم. این بعد چی میشید است؟ چی چیز میگیری تو بگیم؟ آیا همین کلیم با پگت را حرمت و عزتش از تکی دلش میشه؟ نه البته. به این خاطر به خدا قسم شما نمیخواهید که دختری شما را همون قدتان بگیم خشتامنش همین خیلیش بگه که مقصد تا اگر پای مرا بوسه نکنی من بچه ما میگم نمیخواهی که با دخترت همین خیلی معامله کند. اینا نمیخواهی. اگر دخترت عیب هم داشته باشد میگوی همون قدته که مقصد دختر من نصیحت بکن، اگر جاش آمد حتی سخنی درشتش بگو، این خیلی گپا نگو که پای من بوسه کن و هاکذا و هاکذا. به خاطر انشالله خواهر عزیز اکو اینجا خیلی جنجال گذشتگی است. عیب از کدام طرف است؟ من هر دو طرف نصیحت میکنم که شما کلین ها گپگردان نباشید نسبت خشتامن ها. مادرهای شوهراتون احترام کنید که پگه شما را با احترام کنن کلینتون.
برای مادرها میگم که شما کلان سال هستید، شما تجربه دارید، شما با کلین هاتون رحم دل باشید، با اینتون احترامی از تگ دل باشد، صمیمی باشد. خواب و هیچگاه خانه کلید کردن در شما کوشش نکنید. خواهی فرض کردیم پای شما رو بوسه نکرد و بچه تا گفتی 3 طلاقش کرد، بعد چیز میگیری خودت؟ خیال میکنی همین کارت خدا را خوش میآید و خداوند باز یک کلین دیگرت میته که دیگر شاید که تو دیگر پای اون را بوسه کنی. غضب الله بزیب است، سخت است. این خاطر خوب زندگی کنید، اما در نکاح شما هیچ اشکالی ندارد، شما میتوانید که بوسه نکنید. الله نگهدارتان بود.